سلام، چطورید بچه‌ها؟ خوش اومدید به این ویدیو. من خواستم یه توضیح خیلی سریع بدم در مورد اینکه کانال قدیمی من حسی تیوی یا حسی چی شد و چه بلایی سرش اومد. خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که توسط یوتیوب بیش از 1 ماه پیش پاک شد، به دلیل اینکه کانال من یه 3-4 ماهی بود که برای دریافت درآمدش وصل شده بودم به یک MCN، این شرکتایی که نقد درآمد میکنن برای یوتیوبرها، و متاسفانه یک کانالی که اون هم وصل بوده به این شرکت که نبود، یه فرد بود اسمش آریا مومده، اون کسی که کارای چیزو انجام میداد، نقد کردن درآمدو، که من خودم از طریق که یه یوتیوبر دیگه، یکی از محتوا سازای دیگه که به معرفی کرده بود باش آشنا شده بودم. و آره، یه کانالی به نام کویزلند که وصل بوده به این آدم، برای اینم درآمدش رو نقد میکرده. 3 تا استرایک خورده کانالش و کانالش نابود شده بود سر کپی رایت استرایک، و هر کانالی که وصل بود به این شخص هم نابود شد. یعنی نابود که منظورم اینه که پاک شد یک شبه به خاطر استرایک هایی که اون کانال خورده بود. که بعد از یه مدت یوتیوب مثل که بررسی کرد، یه سری تعداد زیادی از این کانال ها رو برگردوند و به این نتیجه رسید که ارتباطی با اون کانال نداشتن. اما یه تعداد اندکی از کانال ها، از جمله کانال من بدبخت، از نظر یوتیوب کانکت بودن با اون کانالی که استرایک خورده. مثلا نمیدونم اون کانال چی بوده، صاحبش کی بوده، و نمیدونم یوتیوب اینجوری تشخیص داده دیگه. و آره، کانال من ممکنه برگرده یک روزی، ولی معلوم نیست. تنها چیزی که الان یوتیوب به من گفته و با ساپورتش هم حرف زدم و تو ایمیلم گفته بهم اینه که کانال شما در صورتی برمیگرده که اون کانال کویزلند کپی رایت استرایکاش برطرف بشه، یعنی بتونه ثابت کنه که این کپی رایت ها اشتباه بوده یا در واقع اپیل کنه. و مثل که موافق نشده همچین کاری بکنه اون کانال، چون که اون فردی هم که درآمدهای ما رو نقد میکنه، آریا مومد، از حرفاش من اینجوری فهمیدم که موفق نشده هنوز، و خب اگه شده بود که کانال برمیگشت. آره واقعا من این وسط هیچ کارم و من خودم خیلی ضربه روحی شدیدی خوردم از این قضیه، و دقیقاً ماهی هم بود که من شروع کرده بودم مرتب داشتم توش فعالیت میکردم، با اینکه حالا ویو ها پایین بود ولی داشتم فعالیت میکردم و اون پیشرفته و حتی کوچیک و کم رو داشتم میدیدم، و دقیقاً یهو این ضربه به من خورد. وسط مسافرت از خواب بیدارم کردن، گفتن که کانالت داره میپره. و یه قسمتی از تقصیر همون تقصیر آریاه که نمیدونم، به نظر من باید نظارت داشته باشی به کانالایی که وصل میکنی به خودت که درآمدزایی کنن و ببینی چه محتوایی میذارن. اگه محتوایی یارو دزدی بوده و قرار کپی رایت بخوره، خب باید روی نظارت داشته باشه که همچین بلایی سر بقیه کانال هایی که هیچ کاری نکردن، هیچ خطایی انجام ندادن، این بلا سرشون نیاد. آره خلاصه حالا نمیخوام ویدیو رو طولانی کنم و ناله کنم خیلی براتون. فعلا تو این کانال دول اسلیر فعالیت دارم، واکتورو فقط توش میذارم و کلا یا لیتس پلی یا واکتورو مربوط به گیم، و ویدیوهای ریاکت به حالا انالایک هارور یا چیزای ترسناک یا هر چی رو اگه اون کانال برگرده، کانال حسی یا هم حسی تیوی برگرده، تو اون ادامه میدم 100% این ویدیوها رو. ولی اینجا توقع همچین ویدیویی نداشته باشید و تنها کاری هم که میتونید انجام بدید، لطف کنید به من، اینه که اگه دوست دارید این ویدیویی که میذارم واکتور رو، حالا فعلا که الدن رینگ DLC شه، بعدش میخوام برم سراغ سنواز چی بود؟ هلبلید 2 تایتلش چی بود؟ هلبلید 2 سنواز ساگا، همچین چیزی. بعد برم سراغ اون. و آره لطف میتونید بکنید اینا رو دنبال بکنید، حمایت کنید، کامنت بذارید، و اگه کسی میشناسید که با اون کانال منو دنبال میکرده و الان نمیدونه این کانال دول اسلیر وجود داره، برش بفرستید کانالو، و این هر طور که خودتون فکر میکنید اوکیید حمایت کنید. حالا زوری هم که من نمیخوام بکنم به کسی چیزی رو. و اگه یه روزی مطمئن شدم که اون کانال قدیمی بر نمیگرده، با 500 تا ویدیو، بیشتر از 500 تا ویدیویی که توش گذاشته بودم، 5 سال توش فعالیت کرده بودم و نزدیک 20 فکر کنم ساب داشت، اگه دیدم اون یه روزی بر نمیگرده، شاید این کانال دول اسلیر رو اسمشو به حسی تغییر دادم و
این رو تبدیل کردم به کانال اصلی دیگه. همین دیگه. دمتون گرم هستید، اونایی که هستید و دنبال میکنید و حمایت میکنید و انرژی میدید، برای اینکه در جریان باشید که چه اتفاقایی کلا میفته با کانال و ویدیو و محتوا اینجور چیزا، میتونید کانال تلگرام من و اینستاگراممو فالو بکنید. تو اونا من خبر داده بودم قبلا در مورد همین چیزایی که تو این ویدیو گفتم، ولی خب حالا اگه اونا ندیده بودید مطمئنا خبر نداشتید و لینکاشون تو دیسکریپشن هست که کلیک نمیتونید روش بکنید. این قابلیت هم یوتیوب از من گرفته از این کانالم، نمیدونم چرا. کلا مثل که بعد از این قضایا خیلی یوتیوب بد شده با من، ولی لینکاش اگه کپی پیست کنید میتونید جوین بشید به کانال تلگرام و اینستاگرام، پیج اینستاگرام رو فالو کنید و اینجور چیزا دیگه. دمتون گرم تماشا کردید، میبینمتون. فعلا خداحافظ.